بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. السلام علیکم برادران اهل اسلام، آنانی که صدای ما رو میشنوید. الحمدلله خداوند فرصت داد یک چند وقت انشاءالله یعنی در مابین استراحتی شد، در خواندن ها بودیم. الحمدلله امروز با یک علمای حاصل شده برگشتیم. الحمدلله خدا خواهد اکنون با خدا خواهد معویزه های خود سوال های که شما داده استادین انشاءالله خدا خواهد جواب دادن انشاءالله حرکت میکنیم. الحمدلله امروز که ما شما در دهه انشاءالله ذوالحجه که امروز اولین روزش بود، روزی پنجشنبه انشاءالله خدا خواهد ما در فضیلت این انشاءالله دهه و شما عزیزان کوتاه باشدم هم صحبت میشیم خدا خواهد انشاءالله. این دهه ذوالحجه که دهه عشره ذوالحجهش میگن انشاءالله خدا خواهد یعنی قرار دارم این مثل دهه ماه انشاءالله خدا خواهد رمضان است، مثل دهه آخری که اتق من النار شب قدر دارد، همچنان انشاءالله الحمدلله این دهه هم انشاءالله خدا خواهد چی دارد انشاءالله فضیلت دارد، چون که در این دهه الله سبحانه و تعالی یعنی در قرآن عظیم روشن برای ما شما خدا خواهد در سوره فجر انشاءالله فضیلت این یعنی روز بیان میکند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم والفجر وليال عشر. یعنی خداوند قسم میخورد، سوگند میخورد انشاءالله به نمازی بامداد و این قسم میخورد به شبهای انشاءالله دهگانه. یعنی شبهای دهگانش انشاءالله مفسرین کرام یعنی دهه چی میگن انشاءالله خدا خواهد یعنی ذوالحجه که در این انشاءالله ده محترم جماعت البته باید که ما شما عملهای خوب ثوابهای خوب انشاءالله بسیار کنیم و اگر چقدر ثواب زیاد کنیم همونقدر اجر و مکافات بگیریم و اگر چقدر گناه کنیم همونقدر دو چندان یعنی برای ما شما انشاءالله گناه نیست نمیشود. درباره انشاءالله خدا خواهد در دهه ذوالحجه پیغمبر بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم چندین انشاءالله حدیث ها وارد کرده که در یعنی حدیثی مبارک میگن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم ما من ایام العمل الصالح فیهن احب الی الله من هذه الایام العشره. یعنی هیچ میگه یگان روز نیست که میگه انشاءالله در نزد خداوند از این روز بهتر یگان روز نیست. گفتن من دوست داشته ترینی این روز که بوده است این دهه ذوالحجه الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد دوست می داشته است. حتی که پیامبر در دیگر حدیث میگن الله سبحانه و تعالی سه دهه را دوست می داشته است. یکی انشاءالله خدا خواهد دهه عاشورا و یکی دهه انشاءالله خدا خواهد آخری ماه شریف رمضان و یکی دیگر دهه انشاءالله یعنی ذوالحجه. چون در این دهه انشاءالله خدا خواهد که پایه اسلام 5 است، یکیش انشاءالله خدا خواهد چی است یعنی زیارت انشاءالله خدا خواهد خانه کعبه که امروز الحمدلله حاجیان که از تمام روی دنیا و این موضع مبارک شرکت دارند انشاءالله این دهه را با اطاعت عبادت و این دهه انشاءالله خدا خواهد این حج موسم حج انشاءالله و قربانی ها با جا میارند. الله سبحانه و تعالی البته این دهه را دوست می‌دارد. درباره این دهه مخصوص این انشاءالله خدا خواهد روزه های گرفتن نیست. درباره 10 روز روزه گرفتنش یگان حجت نیست، فقط ابو دردا این روایت میکنن که یعنی روزه گرفتن یعنی در این دهه یعنی خدای تعالی دوست می‌دارد. یعنی این قول انشاءالله ابو دردا است، سخن انشاءالله ابو دردا است. نبی علیه سمرقندی رحمت الله علیه یعنی در این دهه ذوالحجه بعضی انشاءالله یعنی عمل‌ها را برای شما انشاءالله توصیف کردیم. یکیش انشاءالله خدا خواهد انشاءالله روزه گرفتن تا این قدر امکان انشاءالله یک روز دو روز روزه گیرن انشاءالله با نور بالای نور میشود و در این دهه بسیار دعا کردن انشاءالله خدا خواهد چه دعا چه مقصدهای دارین انشاءالله کنیم الله سبحانه و تعالی انشاءالله خدا خواهد در این دهه قبول میکنن انشاءالله. و یکی دیگرش خدا خواهد انشاءالله در این دهه بسیار استغفار گفتن حضرت ابوالعیسی سمرقندی رحمت الله علیه بسیار شما استغفار کنید، طلب مغفرت کنید انشاءالله. گناههای کبیره داروش توبه است عزیزان من، چون که گناههای کبیره که کرده باشین توبه کنین الله سبحانه و تعالی میبخشد. نه که گناههای صغیره انمی عملهایی که انشاءالله خوبه که در این
دهه میکنین انشاءالله خدا خواهد البته کفاره گناه های چی میشه؟ صغیر گناه های میده ما شما میشه. این در این دهه یعنی صدقات بسیار کنین انشاءالله در راه الله سبحانه و تعالی به محتاجین، یعنی انشاءالله به یتیمان خدا خواهد به کسان انشاءالله چیکار کنین؟ خیرتون انشاءالله در این دهه بسیار کنین انشاءالله خدا خواهد. البته این دهه مبارک از خدا خواهد پیامبر بزرگترین باید بر حال کسی باید بر حال کسی که این دهه را انشاءالله از دست میدهد. یعنی در این دهه انشاءالله خدا خواهد ذکر نمیکنند، طاعت نمیکنند، عبادت نمیکنند. در این دهه بسیار کلمه لا اله الا الله انشاءالله بسیار ذکر کنید، چون کلیدی چی است؟ انشاءالله خدا خواهد انشاءالله جنت است. و اینچنین در این دهه خدا خواهد الله در نوحم انشاءالله خدا خواهد روز دارد فعلیکم بصوم الایام تاسع و خاصتا و امروز حدیثی که یعنی خاصتا نوهم روز ماهی انشاءالله 10 ذوالحجه روز گرفتنش بسیار بلند است انشاءالله خدا خواهد. چون که در این روز گیریم الله سبحانه و تعالی پیامبر بزرگ میگه 2 سال گناه ما شما انشاءالله خدا خواهد آیت گذشتگی سالمونه و آیندگی سالمونه الله سبحانه و تعالی 2 سال گناه انشاءالله خدا خواهد مغفرت میکنه. عزیزان من در این ماه البته غنیمت است، این 10 روز در اندک وقت انشاءالله میگذرد. غنیمت دانیم به خواندن قرآن، به ذکر لا اله الا الله و پیغمبر بزرگ محمد صلی الله علیه و سلم و صلوات گفتن، به طاعت عبادت کردن و به آماده انشاءالله که قربانی که واجب است بخواد در موضوع آینده در فضیلت انشاءالله قربانی هم انشاءالله به شما عزیزان برسانیم. البته این دهه را انشاءالله از دست ندیم. در این دهه چقدر میتونیم انشاءالله طاعت، چقدر انشاءالله خدا خواهد عبادت کنیم. البته الله سبحانه و تعالی از ما شما راضی میشود و خداوند ما شما را سعادتمند میگرداند در این دنیا هم و در آخرت هم و از گناهایی که کردیم انشاءالله البته طرف مغفرت کنیم. این روز وقت غنیمت است عزیزان من. تو امروز وقت را غنیمت شما که فردا ندامد نهایت به کار میگن. این 10 سال این جوانی ها، این تنصیحاتی ها انشاءالله، این عقل بودگی ها، این همش افضل است انشاءالله و به طاعت و به عبادت این دهر گذراندن الله سبحانه و تعالی برای هر یکی ما و شما انشاءالله مناسب بگرداند. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.